پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، پیام امسال به مقام عالی قانونگذار مملکت و مردم شریف تاجیکستان در شرایط طور مرکب گردیدن وضع جهان معاصر، گسترش پیدا کردن ظهورات نهایت خطرناک عصر نو، تروریسم و اکستریمیسم، وسعت بی‌سابقه برخورد منافع ابرقدرت‌ها برای از نو تقسیم کردن جهان و وابسته به این باز هم پیچیده و متشنج گردیدن وضع سیاسی سیاره، اینچنین شدت گرفتن بحران مالیوی و اقتصادی در بسیار کشورهای عالم پیشنهاد می‌گردد. سال 2015 به تاریخ نوین کشورمان قبل از همه با چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات وکیلان به مجلس عالی و مجلس‌های محلی وارد گردید. می‌خواهم مخصوص خاطر نشان سازم که انتخابات در فضای صلح و ثبات کامل و در سطح بلند سیاسی برگزار شده. بار دیگر بالاروی معرفت سیاسی و مسئولیت شهروندی مردم تاجیکستان را نشان داد.
با استفاده از فرصت به کل مردم شریف کشور برای شرکت فعالانه در مهمترین چاره‌بینی سیاسی سال بار دیگر منتداری بیان می‌نمایم. در سال گذشته همچنین یک سلسله معرکه‌های مهم از جمله کنفرانس بین المللی دایر به جنبستی روندی تطبیق یکی از تشبس‌های تاجیکستان در سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات در سالهای 2005 2015 700 سالگی متفکری برجسته مشرق زمین میر سید علی همدانی و 3000 سالگی حصار باستانی برگزار گردیدند که همه آنها در مجموع در امر گسترش حس ملی خودشناسی و خودآگاهی خرد و بزرگ مملکت اینچنین در تحکیم نفوذ و اعتبار کشورمان نقش مؤثر گذاشتند. سال 2015 با وجود تاثیر بحران مالیوی اقتصادی جهانی و افزایش فشار به اقتصاد ملی ما در نتیجه زحمت اعلانه مردم شرفمند کشورمان رشد مثبت اقتصادی و استواری نشانده‌های ماکرو اقتصادی تامین گردیده حجم مجموع محصولات داخلی با زیاده از 48 میلیارد تومانی سرعت افزایش آن به 6% برابر شد و سطح تورم 5% را تشکیل کرد. سطح کم بضاعتی تا 31% پست گردید و مجموع محصولات داخلی به هر سری اهالی 3.8% زیاد شد. مبلغ پسندازها در دوام سال 9 میلیارد تومانی یا 35% افزود. نشانده‌های ذکر شده به ادامه پیدا کردن تمایل بهتر گردیدن وضع دموگرافی و تندرستی اهالی مساعدت نمودند که در نتیجه دراز عمری میانه شهروندان به 73.5 سال رسید و شماره فوت مادران و کودکان نسبت به سالهای پیشین خیلی کاهش یافت. نشاندهنده فوت مادران هنگام تولد در 5 سال اخیر 1.6 برابر و فوت کودکان 2.5 برابر کم شده است. سال 2015 در دوره برنامه‌های دولتی و ساحوی بیش از 205,000 جای نوی کاری تأسیس داده شد. نشاندهنده قرض دولتی سال گذشته نسبت به مجموع محصولات داخلی 27.9% را تشکیل کرد که این رقم طبق معیارهای بین المللی وابسته به اداره کنی قرض نشاندهنده معتدل به حساب می رود. در برابر این خاطررسان باید کرد که سال 2015 اکثر ساحه‌های اقتصادی ملی ما تحت تاثیر شدید عامل‌های بیرونی قرار گرفته. این روند با وسعت رابطه‌های تجارتی، توازن پرداخت، قرب پول ملی و نشاندهنده‌های بودجت دولتی تا اندازه تأثیر منفی رسانید. برای پیشگیری کردن چنین وضع حکومت نقشه چاره‌بینی‌های علاوه‌ای قبول کرده. در دایره آن جهت تامین نمودن ترقیات ساحه‌های واقعی اقتصادیات، دستگیری دولتی صاحبکاری، جلب هرچه بیشتری سرمایه داخلی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های استحصالی و جایهای نوی کاری، گسترش همکاری‌ها با شریکان تجارتی و تشکیلات‌های مالیوی جهانی یک سلسله تدبیرهای سودمند را عملی نمود. در دوره چاره‌بینی‌های ضد بحرانی با مقصد با جای کار تامین نمودن شهروندان بیکار و مهاجران مهنتی به وطن برگشته، برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2016 2017 قبول گردید که باید در اساس آن بیش از 300,000 جایهای نوی کاری تأسیس و برقرار کرده شوند.
این یکی از وظیفه‌های اساسی رهبران وزارت و اداره‌های دولتی و رهبران ولایت‌ها و شهرهای به شمار می‌رود. سال گذشته با سبب ادامه یافتن تمایل منفی در بازارهای جهانی، نرخ مال و محصولات اساسی صادراتی کشور پس رفته، تأثیر عامل‌های بیرونی و پول ملی زیاد گردید. علاوه بر این، آفت‌های طبیعی در دوام سال رو داده، از جمله سردی هوا در ولایت سوخت، سیل و زمین لرزه در ولایت مختار کوهستان بدخشان، یک قطار نایه‌های وادی رشت و ولایت ختلان به اقتصادیات مملکت در حجم بیش از 4 میلیارد سامانی ضرر رسانیدند. برای مثال تنها از حساب سرد آمدن هوا از ولایت سوخت صادرات قریب 100,000 تن میوه خشک غیر امکان گردید. این 600,000 تن میوه تر. حکومت برای هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. در نوبت اول منزل‌های زیستی اهالی و انشاءات خراب گردیده از جمله راه و پل‌ها، مکتب و مؤسسه‌های طبی و خط‌های انتقال برق از نو ساخته و برقرار شده ایستادند. سال 2015 گردش سودای خارجی مملکت نسبت به سال 2014 18%، از جمله صادرات 9%، واردات 20% و خدمت رسانی‌های پولکی 7% کاهش یافت. شرایط امروزه اقتصادیات جهانی طلب می‌نماید که برای بهتر نمودن وضع ساحه‌های اقتصاد ملی دایر به استفاده ثمرناک ذخیره و اقدارهای مالیوی استحصالی و طبیعی کشور، پیشبرد سیاست ثمرناک مالیه و قرض، رعایت قطعی نظام استفاده صرفه‌کارانه مبلغ‌های بودجتی، تأمین امنیت آذوقه‌واری، دستگیری و حمایت استحصال کنندگان وطنی، تقویت اقدارهای صادراتی، بخصوص فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری از جانب حکومت تدبیرهای علاوگی اندیشیده شوند. باید گفت که هرچند قسم زیادی دستور و سپارش‌ها و اقدامات در پیام سال 2015 بیان گردیده با در نظر داشتیم امکانیت و ذخیره‌های موجوده اجرا شد، ولی با سبب کاهش یافتن صادرات و واردات و اجرا نشدن بعضی نشاندهنده‌های بودجتی دولتی، زیاد نمودن مزد مهنت و نفقه و استیپندیه عملی نگردید. ولی این اقدام در سرخط تدبیرهای اولی درجه حکومت مملکت در سال 2016 باقی میماند. زیرا من بارها تاکید کردم که مهیا نمودن شرایط هرچی بهتر زندگی برای ساکنان کشور هدف عالی ترین فعالیت پرزیدنت و حکومت می باشد. با در نظر داشت رشد اقتصادیات مملکت، اداره کنی ثمرناکی ذخیره‌های مالیوی دولتی و به اعتدال آوردن خراجات جهت اجرای تدبیرهای پیش بینی نموده پیام سال گذشته، در این سمت از 1 ایول سال روان مرحله نوبتی زیادشوی مزد مهنت عملی کرده می شود. از جمله مزد مهنت کارمندان مقامات حاکمیت و اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظی حقوق و خدمتچیان حربی 15%، کارمندان مؤسسه‌های معارف و شمول مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت‌ها برای پیرانسالان و معیوبان، شعبه‌های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه‌ها برای سابقه‌داران جنگ و مهنت و شخصانی با آنها برابر کرده شده 25% زیاد کرده می شود.
حدی اقل و حد نهایی نفقه از روی سین سال و نفقه زمینوی اینچنین نفقه ملتی شهروندان به حساب میآید تا 20% بلند برداشته می شود. در برابر این استیپندیای دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا 30% اینچنین موضوع مهنت حدی اقل 60% زیاد شده، اندازه آن از 250 سامانی تا به 400 سامانی برابر می گردد. قسم سگورتوی نفقه های سگورتوی نیز باز حسابی یعنی ایندکساسیا کرده می شوند. برای مبلغ‌زایی چهارمین‌های ذکر شده از بودجه دولت در یک سال 1 میلیارد و 323 میلیون سامانی روانه می گردد. از این لحاظ با حکومت مملکت سپارش داده می شود که در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشند. ما در دوره قرار داریم که مهلت تطبیق یک قطار برنامه‌های دولتی و ساحوی از جمله اولین استراتژی ملی رشد به انجام می رسد. با مقصد صورت بخشیدن کارها جهت رسیدن به هدفهای افضل‌الناک و معین نمودن دورنمای میانبرده رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تهیه گردیده حالا در بررسی وزارت و اداره قرار دارد. در سند مذکور 3 هدف ملی اعلان کرده امان همچون وظیفه های اولین درجه باقی میمانند و ما عزم قطعی داریم که در آینده نزدیکترین اجرای آنها را تأمین نماییم. در دوره‌های میانبرده این هدف‌ها صفت‌های نو کسب کرده اساس آنها را گذاشتن از تأمین استقلالیت انرژتیکی به استفاده ثمره‌بخش نیروی برق از منبع کمونیکاسیونی برآمده به کشور ترانزیتی تبدیل یافتن و تأمین نمودن امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت تشکیل خواهد داد. در این روند به ثمره‌ناکی ساحه‌های واقعی اقتصادیات، رشد نیروی انسانی، گوناگون شکل استحصالات، تقویت اینستیتوسیونالی و ترقیات منطقه‌ها افضلیت داده می‌شود. ما انکشاف استوار میانبرده کشور را در شکل ایندوستریالی و اینواسیونی پیش‌بینی کرده برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی استفاده ذخیره و امکانات‌ها در همه ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی تلاش می‌نماییم و جهت راه ندادن به آسیب پذیری اقتصادی ملی کشور در دوره دراز مهلت تدبیرهای علاوه را عملی کرده ایستاده‌ایم. وابسته به این حکومت را ضرور است که فعالیت خود را در سمت‌های ذکر شده تقویت بخشیده همکاری مقامات مرکزی و محلی اداره دولتی، شریکان رشد، بخش خصوصی و جامعه شهروندی را با مقصد نائل گردیدن به هدف‌های استراتژی کشور تأمین نماید. استحصالات صنعتی پیشبرنده اقتصاد ملی، تأمین کننده شغل اهالی، سرچشمه درآمد بودجه دولتی و در مجموع عامل مهمترین حل مسائل اجتماعی می باشد. با مقصد اجرای این وظیفه‌ها و نائل شدن به پیشرفت صنعت کشور تا به امروز یک قطار برنامه‌های ساحوی تطبیق گردیدند که با توسعه کارکرد اولیه اشیاء خام صنعتی و محصولات کشاورزی مساعدت نمودند. حالا برای استفاده هرچه بیشتر اقدارهای صنعتی و افزایش دادن کارکرد اشیاء خام وطنی از جمله کارکرد پوره نخ پخته یک قطار امتیازها پیش بینی شدند. علاوه بر این برای ساختمان اکثر انشاءات مهم و واردات تجهیزات و تکنولوژی‌های زمانوی نیز یک سلسله امتیازها مقرر گردیده مبلغ عمومی آنها در 6 سال آخر 20 میلیارد سامانی و تنها در سال گذشته 4 میلیارد سامانی را تشکیل کرد. یعنی این مبلغ‌ها با مقصد دستگیری صاحبکاری در اختیار صاحبکاران گذاشته شدند. این دستگیری بسیار مهم دولت بر رشد صاحبکاری است و صاحبکاران است.
تطبیق چنین تدبیرها و برنامه‌های ساحوی امکان داد که شماره کارخانه‌های استحصالی مجهز با تکنولوژی‌های معاصر زیاد گردیده حجم واقعی استحصال محصولات صنعتی در 10 سال آخر 1.6 برابر افزایش یافت. ولی این نشان دهنده برای پوره تامین کردن بازار استعمالی کشور و افزایش دادن صادرات هنوز کافی نیست. از این لحاظ ما را لازم است که با استفاده وسیع از تکنولوژی‌های معاصر حجم استحصال مال و محصولات عوض کننده واردات را زیاد کرده طلبات بازار را با محصولات رقابت پذیر وطنی تامین نماییم و جهت تقویت اقتدار صادراتی کشور و تأسیس جایهای نوی کاری تدبیرهای ضروری اندیشیم. سال گذشته استخراج انگشت به بیش از 1 میلیون تن رسیده افزایش آن در 10 سال آخر زیاده از 10 برابر را تشکیل کرد. یعنی آن هدفهایی که ما گذاشتیم همه سنجیده شده هستند. همه امکانیت ها را داریم. تنها مسئولیت بلندی کادرها و خدمتچیان دولتی را طلب می‌کند. تطبیق سیاست پیشگرفته حکومت در ساحه صنعت استخراج و کارکرد نشان داد که وابستگی اقتصاد کشور را از واردات انگشت، سمنت و دیگر نوعهای مصالح ساختمان برطرف کردن و برای صادرات ماده آنها زمینه فراهم آوردن ممکن است. علاوه بر این در چندین ناحیه‌های کشور امروز بنیاد منطقه‌های صنعتی از جمله 2 کارخانه کارکرد نفت با اقتدار قریب 2 میلیون تن، 3 کارخانه سیمانبرداری با اقتدار بیش از 3 میلیون تن، کارخانه بافندگی با اقتدار کارکرد 52,000 تن نخ پخته و استحصال 150 میلیون متر مربع متاع پختگین، ساختمان 3 کارخانه صنعتی کیمیا، کارکرد متال‌های رنگه با اقتدار استحصال 1400 کیلوگرم طلا، کارخانه بزرگ متالورگی با اقتدار 50,000 تن روح و 50,000 تن سرب و باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار 400,000 تن امسال و سال آینده با استفاده داده می شود و در این مورد یکشان در حدود جمهوری ناحیه‌های صنعتی تشکیل کرده می شود. قابل تاکید است که فعالیت کارخانه‌های صنعتی مخصوصاً کارخانه‌های کارکرد معدن و متالورگی سیاه و رنگه با نیروی برق و دیگر شرایط انفراساختاری وابستگی دارد. از این رو ضرور است که هنگامی به نقشه‌گیری ساختمان کارخانه‌های صنعتی مسئله به منبع‌های اشیاء خام نزدیک جایگیر کردن آنها، حجم ضروری نیروی برق، آب، راه و دیگر انفراساختار استحصالی و اجتماعی با استفاده تکنولوژی‌های کم مصرف به نوبت گرفته شود. در استراتژی رشد منبع کشور صنعت کنونی مملکت پیشبینی شده است و همین طور هم باید باشد. این اقدام به افزایش کارکرد پروژه اشیاء خام، زیاد شدن حجم استحصال محصولات رقابت پذیر وطنی و تقویت اقتدار صادراتی کشور مساعدت کرده برای بهتر گردیدن توازن سودای خارجی و حل مسائل اجتماعی زمینه واقعی فراهم می‌آورد. بنابراین حکومت مملکت از جمله وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو، کشاورزی و دیگر وزارت و اداره‌های دخلدار را ضرور است که جهت حل هدف‌های استراتژی و تطبیق شکل و اصول‌های پیشرفته اداره‌کنی اقتصادیات برنامه‌های ساحوی را در دایره افضلیت‌های معاشرت تهیه کرده تطبیق سریع وقتی و صفتناک آنها را تأمین نمایند. رابطه‌های اقتصادی خارجی مملکت توسط تأمین نمودن استحصالات وطنی و
و کم کردن مانع‌های مأموری و تکنیکی تدریجاً گسترش یافته. تاجیکستان امروز از جانب جامعه جهانی همچون شریکی با اعتماد تجارتی شناخته شده است. با وجود این در فعالیت اقتصادی بیرونی ما بنابر نامتوازن بودن استحصالات وطنی حصه واردات نسبت به طلبات تا به حال زیاد است. از این لحاظ استراتژی سیاست سودای خارجی در دوره میان ملت باید به سمت اساسی هوسمندگردانی صادرات، رشد استحصالات به صادرات نگرانیده شده و ساده‌گردانی رسمیات سودا اهمیت خاصه داده شود. با این مقصد رهبران وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی و دیگر وزارت و اداره‌ها را ضرور است که برنامه مساعدت به صادرات و استحصال محصولات عوض کننده واردات را برای دوره میان ملت تهیه کرده با ترتیب مقرر گردیده با حکومت پیشنهاد نمایند. در دایره تطبیق برنامه ذکر شده باید مجموعه چاره‌بینی‌ها دایر به فراهمسازی شرایط مساعد، جهت وسیع برای ماندن کارکرد و فروش محصولات، زیاد کردن نامگوی مالهای صادراتی، از جمله نائل شدن به استحصال نکم از 20 نامگوی نوی مالهای عوض کننده واردات با ارزش بلند علاوه شده و علاوةً برای ماندن استحصال 20 نمود چنین مالهای صادراتی عملی کرده شود. طوری که تاکید گردید انکشاف ساحه صنعت در نوبت اول از استحصال نیروی برق وابسته می باشد. ولی باید گفت که تا به امروز حجم نیروی برقی در کشور استحصال شونده برای تامین نمودن انکشاف استوار اقتصادیات کفایت نمی کند. از این خاطر ما را لازم است که در برابر به کار انداختن اقدارهای نوی استحصال نیروی برق استفاده ثمرناک آن را در همه ساحات تامین نموده، مخصوصاً به استفاده تکنیک و تجهیزات کم مصرف برقی اهمیت اولین درجه دهیم. سال 2016 ما نقشه داریم که در حجم 300 مگاوات اختیارهای علاوگی انرژتیکی را به استفاده سپاریم. ولی در برابر این ما در دوام سال به کار انداختن اختیارهای نوی کارخانه‌های صنعتی را به 350 مگاوات تا آخر سال می‌رسیم. یعنی حجم استحصال قدرت نو با خود کارخانه‌های صنعتی که بنیاد می‌کنیم بسندگی نمی‌کنیم. به اینم نمیشه. جای کاری تأسیس دادن مونده کار. حجم استحصال محصولات صنعتی را زیاد کردن مونده کار. اقتدار صادراتی این مملکت را بلند برداشتن مونده کار است. هرچند که در کشور ما استخراج نفت و گاز و کارکرد مواد سوزشوار خیلی کم است، ولی ذخیره‌های هیدروانرژتیکی ما نهایت بزرگند و استفاده عاقلانه آنها میتواند امکانیت‌های ما را دایر به تامین نمودن رشد استوار اقتصادی و تقویت اقتدار صادراتی کشور به مراتب افزون گرداند. پیشرفت آینده جهان از انرژی برقرار شونده وابستگی زیاد دارد، زیرا آن عامل مهمی تامین نمودن ترقیات باثبات اقتصادی و اجتماعی، تشکل اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست، پیشگیری آفت‌های طبیعی وابسته به تغییریابی اقلیم و کاهش پرتوهای گاز کربن میباشد. تاجیکستان چون کشور دارای ذخیره‌های فراوان آب، جانبدار استفاده عادلانه و عاقلانه این ذخیره‌ها توسط همکاری بین المللی و منطقوی میباشد و تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت می‌داند. زیرا دسترسی به انرژی در راه رسیدن به هدف‌های رشد استوار نقش کلیدی داشته، خصوصاً برای کشورهای ترقی کننده و کوهستان به مسئله مهمترین روز تبدیل یافته است. از این لحاظ برای تاجیکستان مسئله دسترسی به انرژی جهت تامین نمودن ترقیات اقتصادی و اجتماعی و کاهش دادن کمبزاعتی اهمیت خاصه دارد. در این راستا
بر پایه تطبیق گذاشتن پیشنهاد تاجیکستان باید به اعلان 10 ساله نوی بین المللی آب برای رشد استوار از اهمیت خاصه برخوردار خواهد بود. حکومت مملکت ذخیره‌های گیدروانرژتیکی را ثروت ملی می‌شمارد. بنابراین ما رشد ساحه انرژتیک آبی را به صفت یکی از سمت‌های افضل‌الناک فعالیت خود معین کرده در همکاری با شریکان بین المللی تعمیر و نوسازی و ساختمان انشاءات انرژتیکی را ادامه می‌دهیم. برابر به بنیاد نیروگاه‌های اقتدارهای نو ما خود همین سال صدها میلیون دلار آمریکایی بیش از 1 میلیارد سامانی برای تجدید نیروگاه‌های برقی، آبی، قیراخم، سربند و نارگ روان کرده ایم. نیروگاه‌هایی که زیاده از 40-50 سال زیاد برای مردم ما، دولت ما خدمت کرده است. در سالهای صاحب استقلالی برای ترقیات انرژتیک در کشور 32 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با جلب زیاده از 12 میلیارد سامانی تطبیق کرده شده است. تا آخر سال 2016 نوبت دوم مرکز برق و گردی دوشنبه 300 مگاوات با مبلغ 2.5 میلیارد سامانی به استفاده داده می شود که این تامینات اهالی را باور خیلی بهتر می گرداند. اینچنین خود همین سال ساختمان خط منطقوی انتقال برق کاسا 1252 کیلومتر در حدود تاجیکستان با مبلغ 2 میلیارد سامانی آغاز می گردد که آن شبکه‌های برقی ما را با دیگر کشورهای منطقه پیوست نموده با توسعه همکاری‌های اقتصادی با دولت‌های همسایه مساعدت می‌کند. مخصوصا برای صادرات برقی که زیادتی در فصل 6 ماه تابستان ما داریم. سال گذشته همین زیادتی برق زیاده از 5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌کند. اگر 5 میلیارد 5 سنتی اگر وای کنیم 250 میلیون دلار. این درآمد به بودجه دولت. انا برای چی ما کاسا 1000 گفته ایم. جهت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی از حساب مبلغ‌های بودجتی و سرمایه خارجی 36 میلیارد سامانی روانه گردیده. تنها سال جاری برای پیشرفت ساحه زیاده از 4 میلیارد سامانی جدا کرده میشه. ساختمان و تجدید انشاءات انرژتیکی به نقشه گرفته شده در آینده نزدیک امکان می‌دهد که اهالی و ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملیمان پورا بابر تامین گردیده برای صادرات نیروی برق زیادتی در فصل تابستان با کشورهای منطقه شرایط فراهم آورده شود. یکی از بخش‌های پیشبرنده اقتصادیات تاجیکستان و با جای کار تامین نبودن اهالی ساحه کشاورزی بوده، رشد آن سالهای آخر در سطح استوار قرار دارد. در نتیجه تدبیرهای تا به حال اندیشیده شده ترقیات واقعی مجموع محصولات کشاورزی تامین گردیده در 10 سال آخر قریب 2 برابر زیاد شده است و امروز به حساب میانه 23% مجموع محصولات داخلی ما را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که بلندبرداشتن مدنیت زمینداری، استفاده ثمرناک آب و زمین و جاری نمودن کشتی تکراری به افزایش محصولات کشاورزی مساعدت کرده ایستاده است. در 15 سال آخر در ساحه کشاورزی 42 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ زیاده از 13 میلیارد سامانی عملی کرده شد. عین زمان در ساحه مذکور تطبیق 9 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در حجم 1 میلیارد سامانی ادامه دارد. جهت اجرای فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 27 آگوست سال 2009 درباره تدبیرهای علاوه‌ای دایر بر رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2014 در میدان 50,000 گکتار باغ تاکزاری نو بنیاد گردیده برنامه برجات اجرا کرده شد و با همین راه
بیش از 100,000 جای کاری نو مهیا گردید. با مقصد ادامه بخشیدن این روند از جانب حکومت برنامه نوی رشد ساحه باغ و تاکپروری برای سالهای 2016-2020 قبول گردید که طبق آن در 5 سال آینده بنیاد 20,000 گکتار باغ و تاکزار نو پیش بینی شده است. در ارتباط به این ضرور است که توجه صاحبکاران وطنی به بنیاد کارخانه‌های مجهز با تکنولوژی‌های معاصر آید به کارکرد میوه سبزیجات و استحصال محصولات نهایی، زیاد نبودن مساحت گرمخانه‌ها، مرکزهای لوجستیکی، همچنین سردخانه‌های حاضر زمان برای نگهداری میوه سبزیجات روانه کرده شود. سالهای آخر افزایش سالانه استحصال محصولات عمومی کشاورزی به حساب میانه بیش از 7% و در سال 2015 3.2% را تشکیل می‌دهد. حالا ذخیره‌های بازار استعماری کشور از حساب استحصال محصولات ساحه کشاورزی مملکت تشکل یافته. این روند به فراوانی بازار استعماری و نرخ محصولات تأثیر مثبت رسانیده ایستاده است. از این لحاظ می‌خواهم به تمام کشاورزان مملکت برای زحمت صافدلانه به خاطر افزون نمودن استحصال محصولات، فراوان گردانیدن بازار استعماری و تأمین اهالی با محصولات غذایی اظهار سپاس نمایم. سلامت باشید. تشکر. ما شرایط بسیار مساعد طبیعی و ذخیره و امکانات‌های ضروری داریم که در صورت استفاده پوره و ثمرانه که آنها می‌توانیم اهالی کشور را با محصولات غذایی تأمین کنیم، یعنی مسئله امنیت غذایی یکی از هدف‌های ملی ما را حل نماییم. در ارتباط با این حکومت مملکت باید تمام مانع‌های موجوده را در سمت صادرات میوه و سبزیجات از جمله میوه خشک از بین بردارد. ما تمام امکانات را دادیم که استحصال کننده دهقانان توانند محصولات استحصال کرده خود را به صادرات برآورند. این امکانیت می‌دهد استحصال کننده هوسمند می‌شود. وقتی که محصولات وی خریدار دارد درآمدی بیشتر می‌گیرد و استحصال را نیز سال به سال زیاد می‌کند. این یکی از راه‌های هم هوسمندگردانی هم رشد ساحه باغ و تاکپروری و ساحه کشاورزی به شمار می‌رود. در شرایط کوهسار تاجیکستان تشکل اینفراستراکچور نقلیاتی یکی از شرط‌های اساسی پیشرفت اقتصاد ملی به شمار می‌رود. در سالهای استقلالیت در ساحه نقلیات کشور 45 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی زیاده از 12 میلیارد سامانی تطبیق گردیده. بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد تجدید و بنیاد و به استفاده سپارده شده‌اند. حالا در ساحه تطبیق 14 لایحه با مبلغ عمومی 5.5 میلیارد سامانی ادامه دارد. سال 2015 از نوسازی شهرهای ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده با مسافه 57 کیلومتر با مبلغ بیش از 800 میلیون سامانی و شهرهای عینی پنجکین با مسافه 113 کیلومتر با مبلغ بیش از 700 میلیون سامانی انجام یافت. امسال از نوسازی راه ماشینگرد واسع قوالینگ با مسافه 88 کیلومتر و با مبلغ 370 میلیون سامانی به انجام می‌رسد. همچنین راه آهن دوشنبه قرغانتپه قسمت وحدت یاوان به استفاده سپارده می شود، یعنی رابطه پایتخت مملکت با یکی از ولایت‌های کلانترین کشور ولایت ختلان تامین می گردد. ما به همه کم و کاست زندگی دولت نگاه نکرده در زمان استقلالیت بیش از 190 کیلومتر راه‌های نوی آهن بنیاد کردیم. در دوام سال 2016
کارهای ساختمان و تجدید باز یکچند انشاءات نقلیاتی مهم از قبیل از نوسازی قسم راههای автомобилгарди душанбе турсунзода аз муҷассамаи ибни сино то дарвозаи ғарбии шаҳр ба маблағи 480 миллион сомонӣ ва исфара хуҷанд ба маблағи зиёда аз 310 миллион сомонӣ оғоз мегардад. барои ба сатҳи байналмилалӣ мутобиқ гардонидани роҳи мошингарди душанбе кӯлоб қалъаи хум хорух кулма имсол оғози таҷдиди ду қисмати душвортарини он яъне кӯлоб шуробод ба масофаи 32 километр ва шкеф қалъаи хум ба масофаи 26 километр ба нақша гирифта шудааст ки маблағи умумии он беш аз 800 миллион сомониро ташкил медиҳад. имрӯзҳо корҳои омодасозии лоиҳа барои оғози таҷдиди роҳи мошингарди қалъаи хумванҷ ба масофаи қариб 110 километр ва арзиши умумӣ беш аз 2 миллиард сомонӣ идома дорад. танҳо дар амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт айни ҳол зиёда аз 3000 нафар мутахассисон кор мекунанд. дар давоми соли 2015 дар маҷмӯъ қариб 510 километр роҳ таъмиру таҷдид ва 140 пул сохта ва барқарор карда шудааст. илова бар ин ба маблағи беш аз 70 миллион сомонӣ таъмиру таҷдиди роҳҳои байни шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳот ба масофаи 324 километр ба анҷом расида. ғайр аз ин аз ҳисоби фонди эҳтиётии президенти мамлакат дар 21 шаҳру ноҳияи кишвар 81 километр роҳҳои байнишаҳрӣ ба маблағи 90 миллион сомонӣ аз навсозию таъмир шуданд ва ин кор дар оянда низ идома меёбад. дар робита ба ин бори дигар раҳбарони вазорати идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро таъкид месозам ки ба масъалаи вусъат бахшидани корҳои таъмиру таҷдиди роҳҳои дохилии шаҳриву байни ноҳиявӣ байни ҷамоатҳову деҳаҳо ва дигар маҳаллҳои аҳолинишин инчунин бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани аҳолӣ эътибори доимӣ диҳанд. ҳоло бо мақсади беҳтар кардани таъминоти аҳолии чандин шаҳру ноҳияҳои мамлакат 7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. умуман дар даврони истиқлолият ба ин мақсад қариб 3 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. инам кам аст. мо имсол қариб дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои вилояти суд ин лоиҳаро амалӣ мекунем ва мо медонем ки дар замони истиқлолият ва пеш аз ин махсусан пойтахти мамлакат шаҳри душанбе шаҳри хуҷанд ва гирдуатрофи шаҳрҳои наздики он чӣ гуна аз оби босифати ошомиданӣ азият мекашиданд. об ин саломатӣ беш аз 70% касалиҳо аз сифати паст будани оби ошомиданӣ сар мезанад. ҳозирини гиромӣ, бар асари буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ вазъи молиявии кишвар осебпазир гардидааст. буҷети соли 2016 бо дар назардошти истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷуда ва иҷрои афзалиятҳои миллии муайяншуда дар ҳаҷми 18 миллиарду 300 миллион сомонӣ қабул шудааст ки нисбат ба соли 2015 беш аз 3 миллиард сомонӣ ё 20% зиёд мебошад. барои ин заҳмат кашида намуда кор. баҳонаҷӯӣ накунем. вале бояд буҷети давлатӣ ҳоло ҳам аз омилҳои берунӣ ва андозҳои ғайри мустақим вобастагӣ ҷо дорад. дар ин шароит моро лозим меояд ки сарчашмаҳои даромади бюҷетро аз ҳисоби васеъ гардонидани фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ ва дигар манбаъҳо таъмин намуда барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ доир ба истифодаи самараноки қисми хароҷоти он чораҳои мушаххас андешид. бинобар ин вазорати молия ва бонки миллиро зарур аст ки якҷо бо дигар мақомоти давлатии дахлдор бо мақсади мустаҳкам намудани устувории молиявии кишвар
و کم کردن خفی پیدایش بحران‌ها در بازار مالیوی، تأمین پیشرفت فعالانه بازارهای سرمایه در دایره هدف‌های استراتژی، بلند برداشتن سامان‌سازی تقسیم ذخیره‌ها، سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های دولتی و اجرای سریع حجت‌های قبول شده را تأمین نماید. اینچنین پالات حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه یکجا با وزارت مالیه باید نظارت استفاده شفاف و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و فعالیت کارخانه‌های دولتی و جمعیت‌های سهامی را که دولت در آن سهم دارد، اینچنین پیشگیری کردن کردارهای کروپسیونی را پرزور نماید. سالهای آخر موقع نظام بانکی در سمت پیشنهاد قرض با بخش استحصالی، افزایش شماره مشتریان، توسعه شبکه‌های قرضی خرد، جلب سرمایه و امانت‌های شهروندان بهتر شده ایستاده است. سال 2015 تشکیلات‌های قرضی به مبلغ عمومی بیش از 12 میلیارد سامانی از جمله 5 میلیارد سامانی قرض‌های خرد دادند که قریب 1 میلیارد آنها به ناحیه‌های دوردست کوهستان راست می‌آید. 12 میلیارد 4 میلیاردی که ما امتیازها دادیم، 16 میلیارد. این مبلغی کم نیست. شماره مزاجان بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌زاری خرد در دوام سال 15% زیاد شده است. در چنین شرایط سیاست پولی و قرضی دولت باید برای بهتر نمودن شرایط مبلغ‌زاری مالیوی و دیگر خدمت‌رسانی‌های بانکی و هوسمندسازی بخش واقعی اقتصادیات برای تشکیل استحصالات و جایهای نو کاری نگرانیده شده. اینچنین به خاطر تأمین استواری پول ملی، بلند برداشتن پرداخت پذیری و اعتمادناکی نظام بانکی، فعالیت ثمره بخش و بی‌خطر نظام پرداخت‌ها، چاره‌های مؤثر و سریع اندیشیده شوند. در این سمت ضرور است که بانک ملی، وزارت مالیه و کمیته انداز جهت تامین نمودن فعالیت ثمرناک و استوار نظام بانکی، جلب سرمایه برای دستگیری بانک‌ها و قرضی، بهتر کردن صفت صندوق قرضی بانک‌ها و دسترسی خدمت‌رسانی بانکی به مزاجان، تحکیم انفراستراکچور نظام پرداخت با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر و فعال گردانیدن بازار کاغذهای قیمتناک تدبیرهای علاوه‌ای اندیش. وکیلان محترم، دولت و حکومت کشور تامین نمودن پیشرفت ساحه صاحبکاری را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود قرار داده. برای دستگیری صاحبکاران تامین شرایط مساعد تشکل ساحه توسط مقرر کردن امتیازهای مختلف در ساحه اندازبندی، پرداخت باج گمرکی، جاری نمودن مراتع برای سنجش فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری، تمام چاره‌های ضروری را عملی می‌سازد. با مقصد رشد صاحبکاری خرد و میانه و دسترسی صاحبکاران به ذخیره‌های قرضی ما از حساب بودجت دولتی فاند دستگیری صاحبکاری را تأسیس دادیم که تا امروز در 47 شهر و ناحیه با سوبیکت‌های زیادی صاحبکاری 3 ساله با فایزهای پست در حجم 95 میلیون سامانی قرض‌های امتیازناک دراز مدت داده است. امسال با فاند مذکور جدا نمودن 120 میلیون سامانی از حساب بودجت دولتی به نقشه گرفته شده است. اینچنین بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌زاری خرد فقط در سال 2015 با سوبیکت‌های صاحبکاری 3 ساله زیاده از 7 میلیارد سامانی قرض دادند که نسبت به سال قبلی 26% زیاد است. محض در نتیجه تدبیرهای در سمت بهسازی فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری عملی گردیده موقع کشور ما بهتر شده. طبق ارزیابی سازمان‌های بین المللی مالیوی در دوام سالهای آخر 3 مراتبه با قطار 10 کشور اصلاحاتگر پیشرفت داخل گردید. در ظرف 10 سال آخر در کشور بیش از 90 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری
با مبلغ عمومی 12 میلیارد سامانی تطبیق گردیده. عین زمان 63 لایحه دیگر در حجم عمومی زیاده از 19 میلیارد سامانی عملی شده ایستاده است. اینچنین تنها در سال 2015 با مبلغی بیش از 7.5 میلیارد سامانی سرمایه خارجی جلب گردیده است که قریب 4 میلیارد سامانی آن را سرمایه گذاری مستقیم تشکیل می‌دهد. در مرحله امروزه رشد بخش‌های دولتی و خصوصی و جامعه شهروندی در تطبیق افضلیت‌های معین شده باید شرکت فعالانه خود را ادامه دهند. علاوه بر این صاحبکاران را ضرور است که به خاطر وسیع نمودن فعالیت خود، وارد کردن تکنولوژی‌های معاصر، افزایش دادن استحصال مال و محصولات رقابت‌پذیر و به صادرات نگرانیده شده. اینچنین تأسیس جایهای نوی کاری هرچی بیشتر کوشش نماید. حاضرین ارجمند، تنظیم دولتی مناسبت‌های مهنتی، شغل اهالی، تأسیس جایهای نوی کاری، کسب آموزی و مهاجرت اهالی به ثبات اجتماعی و سطح زندگی اهالی تأثیری بی‌واسطه دارد. عملی گردیدن برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی امکان داد که در 10 سال آخر زیاده از 1 میلیون جایهای کاری دائمی، موقتی و موسمی تأسیس داده شده. تنها توسط مقامات دولتی شغل اهالی 315,000 نفر با جای کار تامین گردند که 30% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در برابر این وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم را ضرور است که جهت تقویت بخشیدن به آمادگی کسبی شهروندان و مهاجران مهنتی روند تعلیمی کسبی را با استانداردهای جهانی و طلبات واقعی بازار مهنت مطابق گرداند. با در نظر داشت وضع امروزه بازار مهنت داخلی و خارجی و با جای کار تامین کردن شماره هرچی بیشتر شهروندان، وزارت مهنت و مهاجرت و شغل اهالی و دیگر وزارت و اداره رهبران ولایت‌ها و شهر نایا، تشکیلات و کارخانه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت آنها، اینچنین صاحبکاران، مسئولان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی را ضرور است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانات‌ها برای فراهم آوردن جایهای نوی کاری چاره‌جویی نموده، جهت تأسیس کورس‌های تعلیمی کسب و هنر و زبان آموزی مهاجران مهنتی تدبیرهای علاوگی اندیش. در برابر این باید جهت وسیع برآمدن کارهای خانگی از قبیل قالین بافی، دیگر نوعهای بافندگی و دوزندگی و عموماً رشد کاسبی و هنرمندی چاره‌های مؤثر اندیشیده شوند. مسئله آموزاندن کسب و هنرهای گوناگون و تیار کردن کادرهای کارگری وظیفه مهمترین رهبران و مسئولان وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم و وزارت و اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند. اینچنین رهبران ولایت‌ها و شهر نایا بوده، آنها وظیفه دارند که زمینه‌های مادی و تکنیکی تعلیمگاه‌ها، بخصوص مرکزهای تعلیمی کلانسارا را تحکیم بخشند و برای آماده کردن کادرهای در بازار مهنت رقابت پذیر همه چاره‌های ضروری را عملی نمایند. جهت اجرای سفارش رهبر دولت سال 2015 در همه مؤسسه‌های تربیت کادرهای کارگری، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر وزارت اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند، بیش از 200,000 نفر کسب و هنرهای نو آموختند و برای فعالیت در بازارهای مهنتی داخلی و خارجی آماده شدند. این روند باید ادامه داده شود. در آینده سطح و صفت کسب و هنر آموزی و آموزش زبانهای خارجی باز هم بلند برداشت. در رابطه با این رهبران مسئولین بوسه‌ها را ضرور است که با استفاده از امکانات‌های کالج و لیسه‌های کسبی تکنیکی، مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی و میانه عمومی مرکزهای تعلیمی کلانسالان، اینچنین کورس‌های آموزش کسب و هنر را هرچی بیشتر تشکیل نمایند.
در همه شهر نویا ایران تشکیل کردن ممکن. در اکثریت شهر نویا مکتب های زمانوی تیپی نو ما بنیاد کردیم. در قسم مکتب تا ساعت 1-2 درس دیگر مکتب خالی است. در یک چیز صنفخانه تشکیل کردن ممکن. آموزشگاه کسبی تکنیکی داریم، لیسه ها داریم، کالج ها داریم، فیلیال های دانشگاه های عالی داریم. همه این چیز را ما باید ثمرناک استفاده بریم. تنها تشبثکار در کار، ذوق در کار، خواهش در کار. حکومت برای تامین نمودن پیشرفت ساحه‌های علم و معارف همچون سمتی افزایش‌ناک سیاست اجتماعی از تمام امکانات‌ها استفاده کرده بر رشد علم‌های تکنیکی و طبیعت شناسی اهمیت اولین درجه می‌دهد و دایر به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، جاری نمودن و وسیع گردانیدن دایره استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی از جمله شبکه اینترنت در نظام تحصیلات، تامین ثمرناکی فعالیت آموزگاران و تکمیل ملکه پداگوژی آنها تمام چاره‌های ضروری را عملی می‌گرداند. با مقصد اجرای هدف‌های استراتژی ملی رشد، اصلاحات و نوسازی در ساحه معارف با مرام ادامه دارد. حالا مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور پوره به مبلغ‌زایی سرکسی گذاشته، فعالیت نظام مالیوی در این مؤسسه‌ها به تنظیم درآورده شده است. وابسته به این وزارت‌های مالیه، معارف و این را ضرور است که جهت دوره به دوره به مبلغ‌زایی سرکسی گذرانیدن زینه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی چاره‌جویی نماید. قابل ذکر است که سال 2016 برای ترقیات ساحه معارف 3 میلیارد و 150 میلیون سومانی پیش بینی شده است که نسبت به سال 2015 10% و در مقایسه با 10 سال پیشین 13 برابر زیاد می باشد. سال گذشته از جانب حکومت مملکت برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سالهای 2015-2020 قبول گردید که طبق آن در ولایت و شهر نویا مرکزهای تعلیمی و تربیوی برای کودکان لیاقتمند تشکیل کرده می شود. با سپارش رهبر دولت این سال در شهر دوشنبه بار نخست در ساختار اکادمی علم‌های تاجیکستان مکتب انکشاف ذهنی بنیاد گردیده وزارت معارف و علم وظیفه‌دار شده است که با حکومت مملکت برنامه دولتی تأسیس چنین مکتب‌ها را در مرکز همه ولایت‌ها پیشنهاد نمود. با این راه ما برای رشد نیروی انسانی و جلب نورسان به تحصیلات معاصر با صفت امکانات بیشتر فراهم می‌آوریم. باید گفت که مهلت تطبیق برنامه کامپیوتر کنونی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2010-2015 به آخر رسیده. در مقیاس این مملکت 106% اجرا شد. در برابر این مسئولان ساحه معارف وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت تهیه و بررسی حکومت کشور پیشنهاد نمودن کنسپسیون تحصیلات متأصیل برای سالهای 2016-2022 چاره‌جویی کرده. برای راه اندازی نمودن چنین شکل تحصیلات تدبیرهای علاوه‌ای اندیشید. رهبران وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، همچنین رکتوران مؤسسه‌های تحصیلات عالی سپارش داده می‌شود که در دام 4 سال آینده مسئله پوره با آموزگاران فن‌های دقیق، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و زبان‌های خارجی در نوبت اول روسی و انگلیسی تامین کردن مؤسسه‌های تحصیلات عمومی را حل نماید. دوستان عزیز، من پای 10-15 سال آخر تاکید میکنم در حتما دایر به زبان آموزی نورسان و جوانان، مخصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی. کدام زبان امروز در سطح بین المللی زبان معاشرت بین المللی به شمار می رود؟ یکی از آنها این زبان‌های روسی، دیگری زبان‌های انگلیسی. و تکنولوژی معاصر امروز در دنیا پهن می‌گردد، استحصال می‌گردد
استفاده میبریم با کدام زبان ها بیشتر؟ من این مقصد را نه برای یگان جا شامت زدن، نه برای نزد یگان کس وای شدن، ما برای آینده ملت و دولت خودمان گفته ایستادیم. ما برای آینده نورسان جوانان وای کرده ایستادیم. میرسد زمانی ما این کار را حتما کرده نمانده کار در 10 سالهای آینده حتما هر یک شهروندی تاجیکستان مثل زبان مادریش زبان روسی انگلیسی را باید از خود کند. انا در آن زمان رشد و پیشرفت و ترقات دولت دهشت زیاد میشه. دولت را کی آباد میکند؟ کی داره میکند؟ کادرهای باسواد، متخصصان. اینچنین جهت تشکیل کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی معلمان منتظم چاره‌جویی کرده دایر به وضع کارها در این سمت با حکومت مملکت هر سال گزارش دهند. حتی ما از اظهارات بعض از سیاستمداران کشورهای متمدن امروز ما شنیده ایستادیم که آنها مراجعت به بازآموزی کادرهای آموزگاری ساحه‌های خودشان مراجعت کرده ایستادند. یعنی از روند علم و تکنولوژی معاصر امروزه جهانی ما باید قفا نمانیم. حالا از 170,000 دانشجویان کشور 50,000 نفر با اختصاص‌های آموزگاری و بیش از 10,000 نفر از روی اختصاص‌های طبی تحصیل دارند. ولی امروز در مؤسسه‌های تندرستی کشور قریب 6,000 طبیبان، 6,000 8,100 نفر کارمندان میانه طبی نمیرسند و طلبات سالانه به کادرهای آموزگاری بیش از 4,000 نفر می باشد. این جای کار دائمی در مجموع در 2 ساحه، ساحه معارف و تندرستی، 18,000 جای کار دائمی امروز انتظار متخصصان و آموزگاران و طبیبان است. 18,000. بار دیگر تاکید می نمایم که آینده این مملکت از فعالیت آموزگار و رشد علم و معارف وابستگی زیاد دارد. در خاطر باید داشت که تنها ملت باسواد می تواند نسل صاحب معرفت و دانشمند و کادرهای ارزنده دوران را به پایان رساند، پیش رود و در جامعه متمدن مقام ارزنده خود را پیدا نماید. وابسته به این بار دیگر با پدر و مادران، مسئولان تعلیم و تربیت، رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تمام جامعه شهروندی مراجعت می نمایم که برای از مکتب دور نماندن فرزندان سعی و تلاش نمایند، با علم و دانش اندوزی و کسب و هنر آموزی نورسان و جوانان دقت مخصوص دهند. همزمان با این همکاری را با مکتب تقویت بخشند و برای تعلیم فرزندان تمام شرایط ضروری را مهیا نمایند. یک نمود یا متد پیش روی روند اکستریمیسم و تروریسم گرفتن همین است. بعضا پدر و مادران امروز اشک می‌ریزانند چون که فرزندانشان در سوریه و عراق رفته قربان شدند. از خردسالی باید اهمیت داد. نورس و جوان را تربیت باید کرد. شرایط مهیا باید کرد. دواش یک چی است؟ ادب آموزاندن، سواد آموزاندن، تربیت کردن. از خردسالی، از نورسی. اکثریت کلی افرادی که با این کشورها دست به کشتار، دست به اکستریمیسم، تروریسم میزنند، بیسواد هستند.
از مکتب دور موندن، یگان لحظه معرفت ندارند. اکثریتش همین است. حکومت جهت تامین پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های علمی با تجهیزات معاصر، مجهز گرداندن آزمایشگاه‌ها، اینچنین تیار کردن کادرهای علمی از حساب جوانان بالالیاقت چاره‌های مشخص می‌اندیشد. اکادمی اینها را ضرور است که محبت نیست تمام نیروی علمی عالمان را به اجرای هدف‌های استراتژی کشور روانه ساخته، مسائل مهمی مربوط به اقتصادیات کشور را تحقیق نماید و در پیشرفت استوار مملکت سهمی خود را گذارد. اینچنین عالمان ساحه‌های گیولوژی و طبیعت شناسی را ضرور است که در جستجو، آموزش، تحلیل و به ذخیره‌های دولتی وارد نمودن ثروت‌های طبیعی کشور با وزارت و اداره‌های داخلدار همکاری زیست داشته باشد. وابسته به وضع امروزه جهان که به آن بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی تأثیر می‌رسانند، عالمان جامعه شناس ما باید دستاوردهای تاریخی خلق ما را بیشتر ترغیب نمایند و تحقیقاتشان را به تقویت پایه‌های دولت و دولتداری ملی‌مان همچون عامل مهمترین حفظ و تحکیم استقلالیت دولتی روانه سازند. در این روند مؤسسه‌های علمی را ضرور است که جهتی به سیاست امروزه مطابق نبودن موضوعهای فرمایشی چاره‌جویی کرده، تحقیق مسائل عمده دولتداری ملی‌مان را با در نظر داشت پیشرفت اقتصادی ملی، آینده کشور و حل مشکلات مبرم جامعه انجام دهند. ما از عالمان خود بخصوص از عالمان جوان امید کلان داریم که در آینده نزدیک علم را در اساس دستاوردهای اینواتسیونی به استحصالات وطنی وسیع تطبیق کرده، با همین راه در رشد اقتصادی ملی سهمی ارزشمند خویش را می‌گذارند. یکی از هدف‌های حکومت در این سمت در خدمت ساحه طب قرار دادن تکنولوژی‌های اینواتسیونی میباشد. سالهای آخر در مؤسسه‌های طبی تجهیزات زمانوی وسیع وارد گردیده، به این واسطه سطح تشخیص و طبابت بیماران بهتر شده ایستاده است. اما اختصاصمندانی که تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر طبی را پررو و ثمرناک استفاده برده توانند در کشورمان هنوز خیلی کمند. در برابر حل مسائل تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، تیار کردن چنین متخصصان باید یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت راهبران و مسائل ساحه باشد. طبیب حقوق معنوی خطا کردن را ندارد، چون که در دست وی تقدیر حیات انسان قرار دارد. من سفرهایی که به شهر نوای مملکت داشتم و آن مؤسسه‌های نوی زمانوی و تکنولوژی طبی که وارد کرده می شود دیدن میکنم، پرسان میشوم و امروز هم معلومات دارم در بسیار شهر نوای مملکت این گونه اسباب ها، تکنولوژی های معاصر بیکار ایستادن، چون که متخصص نیست. همه به دوشنبه روان یا که از دوشنبه متخصص روان میکنن که در یک شهر یا ناحیه در همان دستگاه ها تشخیص خون گذرانند یا که جراحی کنند یا که به مریضان خدمت رسانند. وضع تامینات به کادرهای طبی خصوصا در ولایت ختلان نگران کننده است. در این ولایت که اهالیش بیش از 3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، به 10,000 نفر اهالی 11.3 نفر طبیب راست می‌آورد که در مقایسه با دیگر ولایت و شهرهای کشورمان نشان دهنده خیلی پست میباشد. در شهر دوشنبه این نشان دهنده بیش از 77 نفر، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 23 و ولایت سوق 20 نفر میباشد. در برابر این دانشگاه طبی که در مملکت یگانه میباشد، مسئله تیار کردن کادرها را در این ساحه پورا اجرا کرده نتوانسته ایستاده است.
و زمینه مادی و تکنیکی آن امکان نمیدهد که قبول را زیاد کرده طلبات کشور را وابسته به افزایش اهالی در مقایسه با 77 سال پیش، یعنی سال تأسیس دانشگاه که اهالی تاجیکستان از 1.5 میلیون نفر کمتر بود، قانع گرداند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان از سال 1943، یعنی سال اولی ختم دانشجویان تا امروز بیش از 38,000 نفر متخصصان را آماده کردند. از این 18,000 در زمان 75 سال اتحادیه شوروی و 20,000 در زمان استقلالیت. لیکن متخصص امروز نمیرسد. با در نظر داشت چنین وضع با حکومت از جمله وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، معارف و علم و دیگر ساختار و مقامات مربوطه سپارش داده می شود که برای تأسیس باز یک مؤسسه تحصیلات عالی کسبی طبی در ولایت ختلان و تا آغاز سال نو تحصیل با فعالیت شروع کردن آن چاره‌جویی نمایند و علاوه بر این جهت تشکیل کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی کادرهای ساحه تندرستی از جمله استفاده برندگان تجهیزات الکترونی طبی چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. با حکومت از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار و رهبریت دانشگاه طبی تاجیکستان سپارش داده می شود که در بابت اجرای پوره طلبات برنامه رشد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان برای سالهای 2006-2015 تمام چاره‌های ضروری را عملی کرده دایر به وسیع کردن پایگاه تعلیمی و رشد انفراستراکچور دانشگاه در مهلت کوتاه‌ترین خلاصه اساسناک شده را به پرزیدنت مملکت پیشنهاد نماید. حالا که من سپارش دادم در زمانی که 35 گکتار زمین در حدود پایتخت زمین جدا شده است برای بنیاد دانشگاه طبی، امروز همگی 3.5 گکتار زمین باقی مانده است. ما خود همین سال باید کارها را جدی شروع کنیم، بنیاد کنیم، شرایط مهیا کنیم. بیشتر 1400 نفر دانشجو قبول میکنه. یک دانشگاه بسیار بازه مادی تکنیکی خوب دارد. ما شرایط مهیا کرده مونده. خوابگاه سازیم. خب انشاءات های که برای تعلیم، جایهای نشست، شرایطی خوب. برای ساحه معارف قریب در بازه 40 دانشگاه و دانشکده مملکت ما کسب آموزگاری تیار میکنیم. برای قریب 9 میلیون نفر یک دانشگاه طبی داریم که هر سال 1400 نفر داوطلب قبول میکنیم. از کجا میرسه؟ ما پیش از همه درباره سلامتی ملت، سلامتی خلق خود باید اندیشه کنیم. حکومت مبلغ‌زاری ساحه تندرستی را سال زیاد کرده. سال جاری حصه جداکنی را به این ساحه به 1 میلیارد و 300 میلیون سامانی رسانید که این رقم نسبت به سال 2005 14 برابر زیاد می باشد. با قناعتمندی می توان گفت که امروز متخصصان ساحه طبی ما با استفاده از امکانات‌های مهیا کرده حکومت کار را در بعضی سمت‌ها در سطح جهانی برآ مانده‌اند. در نتیجه امروز برای تشخیص و تبابت به کشورهای خارجی رفتن شهروندان ما خیلی کم شده است. اینچنین در 10 سال اخیر سطح گرفتار شوی با بیماری‌های سرایتی به حساب می‌ماند 24 برابر، از جمله نشاندهنده‌های بیماری سیل 17% کاهش یافته است. تجربه 2 ساله همگرایی مسائل تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سمت سالمگردانی معیوبان و تعیین و مقررسازی معیوبی، دستگیری اجتماعی عائله‌های کم‌بضاعت، دسترسی آنها به خدمت‌رسانی طبی، فعالیت مؤسسه‌های بودوباش دائمی و توانبخشی کودکان معیوب نتیجه‌های نظر است بخش.
میخواهم مخصوص ذکر نمایم که هرچند وضع تطبیق سیاست دولتی در ساحه حفظ اجتماعی اهالی بخصوص تامین کفالت‌های اجتماعی دولتی با معیوبان، کودکان یتیم و بی‌پرستار و عائله‌های کم‌بضاعت در سطح محلی خیلی بهتر شده است، لیکن کوشش باید کرد که جهت منتظم بهتر نمودن زندگی گروه‌های آسیب پذیر و نیازمند جامعه شرایطی باز هم خوبتر فراهم آورده شود. من باز بار دیگر میخواستم به تمام صاحبکاران، به تمام شخصان سخاوتمند که در این امر دست مدد، دست خیر دراز میکنند، به یتیمان و معیوبان و مریضان و کم‌بضاعتان یک جهان ملت‌دار بیان کنم. و ما دولت دار، ملتی که ما دولت داریم، حکومت داریم، سرور داریم، پیش از همه غمی همین طبقه اهالی را خورده نمانده کار که محتاج به دیگران نشود. حکومت مملکت مسائلی را که به سیاست دولتی جوانان علاقمند می باشد در مرکز دقت خود قرار می دهد و برای دستگیری اقدامات بنیادکارانه جوانان کشوری صاحب استقلال هم تمام چاره‌های ضروری را عملی می گرداند. ما باید برای جوانان چنین شرایط مهیا سازیم و آنها را طرز تربیت کنیم که فرزندان ما در زندگی راه درست را انتخاب نمایند، علم و دانش‌های معاصر را از خود کنند، کسب و هنرهای زمانوی را آموزند و آینده مقام ارزنده خود را در جامعه صاحب شوند. ما با جوانان سازنده خود افتخار میکنیم، چون که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبس‌های شایسته و احساس بلندی وطنداری در رشد تاجیکستان عزیز حصه ارزشمند می‌گذارند و به مادر وطن خود صادقانه خدمت می‌کنند. از این روز در این تالار اکثریت جوانان تشکیل می‌کنند. در این راستا کمیته‌های جوانان ورزش و سیاحی، کار با زنان و عائله، آید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی، دیگر ساختار و مقامات داخلدار از جمله رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که با مسئله ایستاده ثمرناک نیروی سازنده جوانان و بانوان، تربیت و انتخاب و جابجاگذاری کادرهای خدمتی دولتی از حساب جوانان و دختران و بانوان لیاقتمند و دانشمند و صاحب معرفت، اینچنین تشویق آنها به دانش اندوزی، از خود کردن کسب و هنرهای زمانوی و تشویق طرز حیات سالم اعتبار اولین درجه دهند. وکیلان محترم، در شرایط تشنج روزافزون اوضاع سیاسی جهان و تغییر و تحولات با صورت آن، تا وسعت گرفتن نزاع‌های بین دولتی و بین مذهبی و اوج جنایت‌های متشکل فرامرزی، حمایه مرز و بوم کشور و حفظ امنیت دولت و ملت برای ما مسئله اولین درجه و حیاتاً مهم به شمار می‌رود. وضع امروزه منطقه و جهان مقامات حفظ حقوق، امنیت ملی و ساختارهای نظامی را وادار می‌سازد که فعالیت خود را به طور جدی تقویت بخشیده برای اجرای وظیفه‌هایی که امروز در نزد آنها قرار دارند همیشه آماده باشند. رهبران ساختار و مقامات ذکر شده وظیفه دارند که در برابر آمادگی همه طرفه حربی و کسبی هیئت شخصی و کارمندان و خدمتچیان حربی با مسئله تربیت و آب و تاب جسمانی و معنوی آنها دقتی دائمی بدهند. رهبران و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی باید در اجرای وظیفه و عهدهداری‌های خدمتیشان دائم هوشیار و زیرک باشند. برای تأمین ولایت قانون
ترتیبات حقوقی، حفظ ثبات و آرامی جامعه بر ضد تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم، اکستریمیسم، معاملات غیر قانونی مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فرامرزی قاطعانه مبارزه برند. در برابر این تاکید می‌سازم که اوضاع جامعه جهانی و ظهورات تأمین امنیت و ثبات کشور، بلند برداشتن سطح تأمینات مادی و تکنیکی و مبلغ‌گذاری مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی کشور را جهت باز هم بهتر نمودن تیاری کسبی و آماده باشی جنگی آنها تقاضا می‌نماید. از این لحاظ با حکومت ضرور است که مبلغ‌گذاری ساختار و مقامات ذکر شده را از بودجه دولت هر سال زیاد کرده تأمینات مادی و تکنیکی آنها را طبق طلبات روز و وضع سیاسی جهان برآورد. رویدادهای آخر جهان یعنی باز هم تیزتر گردیدن وضع در شرق نزدیک، آسیا، آفریقای شمالی، اروپا و دیگر منطقه‌های دنیا نشان می‌دهد که تروریسم و اکستریمیسم به خطرهای اولین درجه جهانی معاصر تبدیل یافتند. دامنه فعالیت سازمان‌های تروریستی تا وسیع شده. فعالشوی آنها از جمله در همسایه کشور ما افغانستان وضعیت را باز هم مرکب‌تر گردانیده است. خلاصه امروز تروریسم و اکستریمیسم همچون وبای عصر به امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید کرده برای بشریت خطری نه کمتر از سلاح یدرایی را به میان آورده است. مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم فراهم آوردن فضای باوری، احترام به منفعت‌های همدیگر و متحد شدن همه کشورهای دنیا را در پیش‌روی این خطر عمومی تقاضا می‌نماید. استفاده سیاست دوگانه نسبت به تروریسم و اکستریمیسم ثمرناکی کوشش‌های جامعه جهانی را در مبارزه مشترک با این ظهورات جداً کاهش داده. برعکس مخالفت‌های نوی را بین ائتلاف‌های حربی و سیاسی ایجاد می‌کند و اوضاع جهان را باز هم ناآرام می‌سازد. من چندین مراتبه از منبرهای سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های با نفوذ بین المللی تاکید کرده بودم که تروریست وطن، ملت و دین و مذهب ندارد. گذشته از این ظهورات دهشتناک و نفرت آور تروریسم که اکثراً تحت شعارهای دینی و مذهبی صورت میگیرد با دین مبین اسلام ارتباط ندارد. برعکس از جانب دشمنان این دین مقدس راه اندازی شده. از وحشانیت عصر میانگی تروریستی پیش از همه کشورهای اسلامی و مسلمانان سیاره ضرر می‌بینند. همه ما شما در هفته گذشته یک حادثه بسیار وحشت انگیز که در سوریه رخ داد آشنایی پیدا کردیم. وقتی تروریست مادر خود را وحشیانه قتل می‌کند، مادری که در جستجوی فرزندش از چند کشور با چگونه عذاب و رنج کافت و کاو کرده دریافت می‌کند. این اسلام است، این دین است، این وحشانیت است. حالا که سوریه، عراق، یمن، افغانستان، لیبیا دیگر همه کشورهای اسلامی هستند. همه کشورهای اسلامی هستند. این بدبخت‌ها باز چی می‌خواهند؟ این را من به مردم شریف تاجیکستان تاکید کرده ایستادم که ما شما در سالهای 90 عصر گذشته همه این بدبختی‌ها را از سر گذرانیدیم. یک چیز مقدسترین من ده‌ها مراتبه برآمد کردم. اهل علما داملاهای ما می‌دانند، دیندارها خوبتر بازگویی می‌کنند. مقدسترین
بعد خدای تعالی این پدر و مادر است. هر فرد مؤمن و مسلمانی که به پدر و مادر خود خدمت میکند و دعای نیک پدر و مادر را میگیرد، از حج اکبر بالاتر میایستد. برای همینم من دائما دستگیری ساحه معارف، تربیت کردن نورسان و جوانان آینده ملت و دولت ما است تاکید می سازم. خیلی کارها بهتر شدن، لیکن حالا هم کمبودی داریم. حالا هم جدی مشغول شدن امانده کار است. باعث تأسف است که بعضی سازمان‌های بین المللی از جانب یک قطار دایره‌ها و دولت‌ها و فاندها آشکارا مبلغ‌زایی گردیدن سازمان‌های تروریستی و افراطگرا، پایمالشوی حقوق انسان، احوال طاقت فرسا و در راه مهاجرت در بحرها غرق شدن هزاران نفر گریزه‌ها از جمله زنان و کودکان را نادیده می‌گیرند. ما شما شاهد هستید. آنها را کی ناآرام کرد؟ کی دولت‌های آن را ناآرام کرد؟ کی مجبور ساخته ایستاده است که گریزه شوند؟ هزارها که در بر غرق شده ایستادن، در حسرت جان خود را از مرگ نجات دادن. چرا ما دستی کمک دراز نمی‌کنیم؟ چرا همه این را جامعه جهانی نادیده می‌گیرند؟ از این لحاظ میتوان گفت که بر اثر استفاده قوه و زوری در روابط بین المللی، در حفظ منفعت‌های خویش، روبرو آمدن قدرت‌های جهانی و منطقوی زیر فشار نیرو و عنصرهای بیگانه، عملاً از بین رفتن نظام دولتداری یک سلسله کشورها و وسعت تعارف افزاینده تروریسم و اکستریمیسم، وضع حقوق بین المللی خیلی ضعیف شده. استقلالیت دولت‌های ملی آسیب پذیر گردیده است. نمونه و پیامدهای چنین وضع را ما در سوریه، عراق، لیبیا، یمن دیده ایستادیم. سالهای 90 ما را عیناً همین طور کرده بودند. عیناً همین بود. اصلاح این وضع، تحکیم پایگاه حقوقی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، از جمله در سندهای بین المللی مقرر نمودن مجازات کشورهای با تروریسم مساعدت کننده، راه اندازی نمودن تفتیش بین المللی ظهورات تروریسم و مورد محاکمه سود بین المللی قرار دادن راهبران سیاسی و حربی، فاندهای بنام خیریه، صاحبکاران و دیگر اشخاص با تروریسم مساعدت کننده را تقاضا می نماید. ما معین کنیم تروریسم چیست؟ کیست تروریست؟ تاجیکستان صاحب استقلال که هنوز سالهای 90 عصر گذشته دوران فاجعه بار مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم را اثر گذرانیده، در این راه ده ها هزار تلفات جانی داده بود. همیشه در صف پیش مبارزه با این ظهورات دهشتناک و نفرت آور قرار دارد. واقعه‌های ننگین اول ماه سپتامبر، یعنی سوءقصد تبادلات مسلحانه دولتی که با مبلغ‌زاری و سرپرستی بی‌واسطه راهبریت سابق حزب نهضت اسلام تاجیکستان صورت گرفتند، بار دیگر نشان دادند که بعضی دایره‌های سیاسی خارجی تا هنوز از نیت‌های بدخواهانه خود نسبت به ملت تاجیک دست نکشیدند و می‌خواهند نقشه‌های خرابکارانه و خائنانه خویش را با دست زرخریدان و گماشتگانشان عملی گردانیده به سر مردم ما نظام بیگانه را تحمیل نمایند.
ولی خائنان ملت تاجیک و خواجگان خارجی آنها فراموش کردند که مردمی شرفمند تاجیکستان صاحب اسلام دیگر نمیگذارند که کسی زندگی آرام و آسوده آن را مثل سالهای 90 عصر گذشته با فتنه انگیزی و دسیسه بازی خللدار نماید و خلق آبادگر ما را از مجرای سازندگی و بنیادکاری بیرون سازد. همین بود که با دستگیری فعالانه مردم کشور ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در مهلت کوتاه‌ترین توانستند نقشه‌های جنایتکارانه تروریستان را برهم زده آرامی وطن عزیزمان را حفظ و تأمین نمایند. من احسن میگویم به هستربازی که در همین لحظه ها زیر فشار و خطر داشتند یک نفرش حتی سرخم نکرد و بر ضد دولت مادر وطنی خود و حکومت کنیسانی دست بالا نبرداشت و تا آخران دسته تروریستان را نابود کردند. احسن به تمام خدمتچیان ارمنی. احسن. یک جان تشکر. سلامت باشید. حادثه‌های ذکر شده روندهای معاصر سیاره و وضع منطقه هشدار می‌دهند که ما هرگز زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و برای حمایت امنیت وحدت ملی، صلح و ثبات، ولایت قانون و آرامی و آسودگی کشور محبوبمان همیشه آماده باشیم. وضع به میان آمده فراهم آوردن زمینه‌های دخلدار تشکیلی و حقوقی و فضای آشتی ناپذیر را با اکستریمیسم و تروریسم در سطح برنامه استراتژی دولت تقاضا دارد. از این لحاظ به پروکراتور ژنرالی سپارش داده می شود که در همکاری با دیگر مقامات دخلدار دولتی هرچه زودتر استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان را عاید به مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 تهیه و پیشنهاد نماید. در دایره تقویت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم باید نامگوی سوبیکت‌های با آنها مبارزه برنده وسیع و دقیق گردانیده در برابر این جوابگری و جزا برای صادر نمودن جنایت‌ها به مقابل ساخت کنیسانی و امنیت دولت، جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته و خیانت به وطن، شریکی در چنین جنایت‌ها از جمله نسبت به تشکیل کنندگان و شخصان با آنها مساعدت کننده پرزور کرده شود. بنابراین پروکراتور ژنرالی، وزارت عدلیه، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و مرکز ملی قانونگذاری وظیفه‌دار کرده میشوند که مقررات کادکس جنایتی و دیگر قانون‌های دخلدار را وابسته به این مسئله همه جانبه تحلیل و بررسی کرده عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌های ضروری به آنها با حکومت خلاصه‌های مشخص پیشنهاد نمایند. جهت در سطح ضروری برای ماندن مقاومت به ساده شبکه اینترنت با مقصدهای اکستریمیستی و تروریستی وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتور ژنرالی و دیگر مقامات مربوطه را ضرور است که دایر به مسئله تأسیس مرکز مبارزه بر ضد جنایت‌ها با استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کیبر تروریسم با حکومت پیشنهادی اساسناک منظور سازند. بار دیگر تاکید می‌سازم که رعایت قطعی قانون‌ها، طلبات آیین‌نامه‌های حربی و ترتیب و انتظام در ساختارهای نظامی کشور باید تحت نظارت دائمی رهبران ساختار و مقامات دخلدار دولتی و مقامات پروکراتور قرار داشته باشد. ما نه یک بار و دو بار اصرار داشتیم که درآمد از معاملات غیرقانونی مواد مخدر که همه سال در جهان 10 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، یکی از منبع‌های اساسی مبلغ‌زایی تروریسم
بین المللی می باشد. از این لحاظ مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر جزء مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم محسوب می‌یابد. همزمان با این معاملات غیرقانونی مواد مخدر باعث افزایش بیماری نشه‌بندی گردیده با گنفاند ملی تهدیدی واقعی ایجاد می‌نماید. از سال 1994 این جانب از طرف مقامات حفظ حقوقی مملکت و ساختارهای نظامی بیش از 113 تانه مواد مخدر مصادره کرده شده است. از جمله 34 تانه گرئین که این مقدار میتواند قریب 50 میلیون نفر آدمان را به بیماری نشه‌بندی گرفتار نماید. مقامات حفظ حقوق کشور باید در این سمت فعالیت خود را جانانه نموده جهت گذاشتن سد استوار در راه قاچاق مواد مخدر آشکار و از بین بردن گروه‌های متشکل نشه‌جلب و تکمیل طرز و اصول‌های مبارزه با این ظاهرات نامطلوب تدبیرهای ضروری اندیش. یکی از خطرهای دیگری که بر رشد استوار دولت مانع شده بر نفوذ آبروی آن در عرصه جهانی تأثیر منفی می‌رساند کروپسیا میباشد. جهت مبارزه بر ضد این کردار نامطلوب سالهای آخر در کشور ما زمینه‌های دخلدار حقوقی و تشکیلی مهیا کرده شدند، ولی جهت پس نمودن شدت عامل‌های کروپسیونی ضرور است که اشتراک باز هم فعالتر جامعه شهروندی در این سمت تامین گردیده نسبت به عمل‌های کروپسیونی فضای واقعاً آشتیناپذیر فراهم آورده شود. در برابر این راهبران وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی و همه خدمتچیان دولتی را ضرور است که جهت پیشگیری این ظهورات در تمام ساختار و مقامات دولتی تدبیرهای علاوگی اندیشند. وکیلان محترم، تاجیکستان جانبدار ایجاد واسطه‌های ثمره بخشی به هم آوردن هدف‌های ملی و سعی و کوشش‌های بین المللی متحد ساختن جهد و تلاش همه دولت‌های منفعت‌دار برای واکنش مناسب در روبروی تهدید و خطرهای زمانی معاصر میباشد. ما امروز بار دیگر اعلان می‌داریم که سیاست خارجی تاجیکستان سیاستی درهای گشاده، صلح‌خواهانه و بی‌غرض بوده. در راه تطبیق آن دولت ما آماده است که با همه کشورهای دنیا رابطه‌های دوستانه را بر پایه احترام همدیگر، برابری و همکاری‌های سودمند گسترش دهیم. در این راستا ما توصیه مناسبت‌های سازنده و گوناگون جنبه خود را با شریکان عنعنوی‌مان از جمله فدراسیون روسیه ادامه داده در روند مبارزه با تهدید و خطرهای معاصر همکاری‌های موثر دو کشور را تقویت و تحکیم خواهیم بخشید. تاجیکستان با سیاست خارجی مسالمت‌آمیز خود جانبدار آن است که نظام امروز تشکل یابنده جهانی از جنگ و نزاع‌ها، خشونت و زورآوری و تعصب و بدبینی ملی و دینی و فرهنگی کاملا آزاد باشد و بر پایه شریکی و همکاری برابر و سودمندی همه کشورهای جهان اساس یابد. همه خطرها به صلح و ثبات و امنیت جهانی و منطقوی باید با راه سازش و مکالمه سازنده و بر اساس مقررات حقوق بین المللی پیش از همه آیین‌نامه سازمان ملل متحد همچون سازمان گلوبالی تنظیم کننده مناسبت‌های بین المللی برطرف کرده شوند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، ما باید تمام سعی و تلاش خود را با آن روانه سازیم که با وجود وضع نااستوار مالیوی و اقتصادی در جهان ادامه داشته با زحمت اهلانه و اقدام‌های آبادگرانه مردم شریف تاجیکستان سه هدف استراتژی در نزدمان قرار داشته، یعنی استقلالیت انرژتیکی، رهایی یافتن از بنبست کمونیکاسیونی
و امنیت آذوقه‌واری کشورمان را تامین کنیم. در این روند تامین امنیت، صلح و ثبات جامعه و وحدت ملی به خاطر حفظ و تحکیم دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، پیشرفت باثبات اقتصاد ملی، اسود کردن و در همه سمت‌های زندگی جاری نمودن نوگانی‌های علم و تکنیک، درک مسائل افضلیت داشته پیشرفت مملکت و حل سری وقتی آنها از هر یک ما مسئولیت دوچند را طلب می‌نماید. اینچنین تشکل دادن و ایستاده با ثمر نیروی انسانی، حل مسائل اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت نسل نورس در روی افتخار از دولتداری ملی و نهایت دستیابی به سطح و صفت شایسته زندگی برای ساکنان از قبیل مسائل اولین درجه می باشند که جهت اجرای آنها باید تمام ساختار و مقامات دولتی و اهل جامعه یک جایه و اهلانه از تلاش نمایند. سال 2016 برای مردم شریف کشورمان سال تاریخی، یعنی سال تجلیل 25مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان عزیزمان می باشد و اطمینان دارم که این صحنه بزرگ و تقدیرساز را ما همه یک جا با دستاوردهای ارزنده استقبال می گیریم. با در نظر داشت این از اعضای حکومت، همه رهبران و مسئولان، خدمتچیان دولتی، کارمندان ساختار و مقامات دولتی و کارخانه و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیت، اینچنین از هر یک فردی با ننگ ناموس و وطن دوست کشور از جمله شما وکیلان محترم تقاضا می‌گردد که در چنین دوره تاریخی از هر وقت بیشتر مسئولیت شناس باشید. هر یکی ما وظیفه داریم که با عملی سازی اقدام و تشبس‌های نیک و سازنده به خاطر بازم تحکیم بخشیدن دستاوردهای استقلالیت، تقویت اقتدار اقتصادی دولت، بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم و آبادی وطن عزیزمان با راه هرچی زودتر رسیدن به هدف‌های استراتژی ملیمان، قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد خلق و دولت تاجیکستان صادقانه و صافدلانه اجرا نماییم. ما و شما در دوران صاحب استقلالی بارها مرحله‌های مشکل و سنگین را پس سر نموده از حالت‌های بسیار وزنین سربلندانه برآمدیم. از جمله خطر انحطاطی دولت و پراکنده گردیدن ملت را برطرف کردیم و به پیشرفت دولت و جامعه موفق شدیم. همه ما وظیفه داریم که با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صلح و آرامی کشور به خاطر فردای نیک و آبادی وطنمان هرچی بیشتر زحمت کشیده تاجیکستان محبوبمان را باز هم آباد و زیبا گردانیم. ما و شما به خاطر باز هم بهتر گردانیدن شرایط روزگار مردممان باید در همه سمت‌های زندگی صرفه و سرشتکار باشیم، زیاده روی نکنیم و فرزندانمان را در همین رویه تربیت نماییم. امروز مردم شریف تاجیکستان خوب درک نمودند که استوار نمودن پایه‌های دولت و دولتداری ملی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی و آباد و زیبا گردانیدن سرزمین اجدادی پیش از همه و گسترش احساس خودشناسی و خودآگاهی و افتخار وطنداری وابستگی مستقیم دارد. ما حالا با اطمینان کامل گفته می توانیم که ما با تکیه به نیروی سازنده مردم صاحب معرفت خود و با زحمت صادقانه و صافدلانه آنها
با همه مقصدهای نیکمان و در نوبت اول فراهم آوردن شرایط برای زندگی شایسته هر یک ساکن مملکت نزدیک شده ایستادیم. در راه رسیدن به این نیت‌های نیک و اجرای هدف‌های سازنده، خلق زحمتکش و متین اراده، وطن دوست و وطن پرور و خودشناس سربلند کشورمان، اینچنین هموطنان برون مرزی امان که در کشورهای گوناگون عالم کار و زندگی دارند، همیشه دستگیر و پشتیبانی سیاست دولت می باشند. برای چنین دستگیری صمیمانه به خرد و بزرگ کشور عزیزمان صدقاً سپاس و منتدار ایثار می نمایم. در امر عملی گردانیدن نیت و نقشه های نیک سازنده و اجرای رسالت پر افتخار وطنداری به کل مردم شریف سربلند تاجستان صاحب استقلال، هموطنان برون مرزیمان و به همه شما حاضرین ارجمند سلامتی و خوشبختی و روزگار با سعادت آرزومندم. همیشه سلامت و خانه آباد باشید.